توی زبان انگلیسی خیلی وقتا میخوایم یه فعالیت رو توصیف کنیم، همون دیلی روتین، فعالیت‌های روزمره‌مون رو. خیلی‌ها خب باهاش مشکل داریم، یعنی نمیدونیم چی بگیم. توی کلاس‌ها خیلی وقتا پیش میاد. دانشجو میگه I get up in the morning, I go to work, I come back home, I have dinner with my family. یعنی میگه خب چیز دیگه ندارم بگم. یه سری اصطلاحات، یه سری جمله ها، یه سری ایده ها رو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم، قدم به قدم از فعالیت هایی که از صبح شروع میشه تا آخر شب با هم دیگه یک یکی ببریم جلو. خب از همون اول کار اگه بخوایم شروع کنیم، فعل های خیلی ساده. I wake up at 7 a.m. or I get up at 7 every morning. So I wake up or I get up every morning. یه مرحله پیشرفته تر بخوایم بهش نگاه کنیم. I'm awake by 7 a.m. every morning. I'm awake. من بیدار میشم. صبح بیدار میشم حدود ساعت 7. I'm awake by 7 a.m. or I get out of bed. I get out of bed at 7 a.m. حالا باز یه مرحله پیشرفته تر میتونیم بگیم I jump out of bed when I'm excited. حالا خیلی دیگه هیجان داریم، یا مثلا به فارسی میگیم از جام میپرم، عین فنر بلند میشم. یه همچین مفهومی توی فارسی میگیم که I jump out of bed when I'm excited. وقتی که خوشحالم از جام میپرم. برعکسش هم میشه گفت I drag myself out of bed. I drag myself out of bed when I'm tired. یعنی وقتی که دیگه خسته هستم از جام به زور بلند میشم. Drag myself out of bed. پس drag myself out of bed or I jump out of bed هم توی حالا یه مرحله پیشرفته تر برای بلند شدن از خواب میتونیم استفاده کنیم. خب حالا از خواب بیدار شدیم، چه کاری باید انجام بدیم؟ I take a shower. I take a shower همون دوش گرفتن، حواستون باشه shower دوش گرفتن با take میاد. I take a shower or I wash my face. I wash my face or I brush my teeth. So wash my face and brush my teeth or I take a shower. تو مرحله اول میتونیم از این اصطلاحات مرحله بعد از بیدار شدن استفاده کنیم. حالا باز یه قدم بخوایم بریم جلوتر، اینجوری میتونیم بگیم I try to do my morning hygiene routine. Do my morning hygiene routine. Morning hygiene routine. روتین همون روزانه کاری که انجام میشه. هایجین همون کارهای بهداشتی است، کارهای شستشوی خودمون و کارهای بهداشتی. مورنینگ هم که یعنی کاری که در طول روز، در طول صبح انجام میشه. پس doing my morning hygiene routine، اون فعالیت‌های روزمرگی برای کار بهداشتیمو انجام میدم. میتونم بگم I try to freshen up. بله، freshen up هم یه اصطلاح جدیده، یعنی خودمو تر و تازه میکنم، خودمو به اصطلاح تر و تمیز میکنم. freshen up. I freshen up in the bathroom and I do my morning hygiene routine. پس مرحله بعدی freshen up, morning hygiene, brush my teeth, wash my face, take a shower or take a refreshing shower. You can say I take a refreshing shower. یعنی یه دوش سرحال کننده میگیرم. پس میبینید میشه اصطلاحات خوبی هم استفاده کرد. فقط این نیست که ما بگیم I wake up, I wash my face, I go to work. مرحله بعدی میخوایم چیکار کنیم؟ صبحونه بخوریم و بزنیم بیرون. چجوری باید اینو بگم؟ I have breakfast. خیلی ساده. I have breakfast or I eat breakfast. Having breakfast or eating breakfast. هر دوتاش توی انگلیسی استفاده میشه. بعضی هم میگن eat رو استفاده نکنید. ولی هم have استفاده میشه، هم eat برای صبحانه خوردن. شاید have یه مقدار رایج تر باشه. So to have breakfast or eat breakfast. حالا اگر شما عجله داشته باشید میتونید بگید که I grab breakfast. I grab breakfast. یعنی دیگه صبحونه رو یه جورایی سریع و تند ترتیبشو میدی. I grab breakfast. یا I grab breakfast on my way to work. I grab breakfast on my way to school. یعنی سر راه هم یه چیزی میخورم، یه چیزی به عنوان صبحونه تهیه میکنم و میخورم. To grab something to eat. یا میتونید بگید I fix myself something to eat. I try to fix myself something to eat or I fix myself a sandwich. پس fix myself یعنی اونم برای خودم چیزی تهیه میکنم. fix استفاده میشه برای
تهیه کردن یا آماده کردن یه غذا یه چیزی از فعل فیکس استفاده میکنن. ولی از prepare هم استفاده میشه. prepare my breakfast. صبحونم رو تدارک ببینم یا آماده کنم. پس مرحله اول میگیم to have breakfast, to eat breakfast. یه قدم جلوتر to grab breakfast, to fix myself something to eat, to fix myself a snack. یه اسنک چیزی آماده کنم. Or we can say to prepare breakfast. I prepare breakfast with my family. پس همین ها قابل استفاده است. And after that you go to work. You head to work. پس مرحله بعدی هم رفتن حالا به سر کار یا مدرسه هست. حالا توی daily routine یا همون فعالیت روزمره بعد از اینکه صبحونه سرو میشه we say we head to office. خیلی رایجه که بگن head to office یعنی میزنم به سمت بیرون به سمت محل کار یا مدرسه. Or I go to work. I go to work or I leave for work. همین ها قابل استفاده است. So I go to work, I leave for work, or I head to work, or I head to college. همین ها رو میتونید بگید. خب حالا وقت اینه که کار تموم بشه. یعنی میگیم چی؟ I finish work. خیلی ساده. I finish work at 5 p.m. I finish work at 8 p.m. ساعت 5 کارم تموم میکنم. ساعت 8 تعطیل میکنم. این مفهوم رو داره. یه مرحله جلوتر میتونم چی بگم؟ I wrap up my work. I wrap up my work. Or I wrap up my tasks. کارهامو، فعالیتهامو، مسئولیتامو تموم میکنم. جمع و جور میکنم اصطلاحاً. این هم میتونیم بگیم که پیشرفته تره. I wrap up my work before leaving. Or I wrap up my work before evening. And I call it a day. یعنی دیگه کارمو تموم میکنم و روزمو به پایان میرسونم. I call it a day. خیلی رایجه توی زبان انگلیسی call it a day. بعد از اتمام حالا فعالیت هاشون که کارشون تموم میشه دیگه میخوان برن خونه و استراحت کنن و تموم کنن کارو میگن I call it a day. یعنی دیگه کار تموم و وقت استراحت. همچین مفهومی تقریبا داره در زبان انگلیسی. حالا وقتی هم که میخوان برن برگردن خونه میگن که I return home یا I go back home. خیلی ساده. I go back home or I go back home or I return home. یا اینکه یه مرحله پیشرفته تر میگن که I make my way home. I make my way home slowly. دیگه کم کم میرم به سمت خونه. I make my way home. کلمه head رو اینجا میشه استفاده کرد. اگه یادتون باشه گفتیم I head to work. یعنی میرم به سمت کار، میرم سر کار. اینجا میشه I head back home. یعنی دیگه کم کم تعطیل میکنم و I head back home. یعنی دیگه میرم خونه. خب حالا تصور کنید که رسیدید خونه. میخواید بگید که یکم میخوام مثلا زبان بخونم. خیلی ساده دیگه. I study English. I study English every night. یا میتونید بگید که I try to do my homework. I try to do my homework یعنی تکالیفمو میخوام انجام بدم. اینم استفاده میشه. فقط حواستون باشه homework با do میاد. To do homework. یه مرحله باز جلوتر میتونید بگید که I review my lessons or I go over my notes. پس to review my lessons, I review my lessons before going to bed. قبل از اینکه برم بخوابم درسامو مرور میکنم. To review my lessons or to go over my notes. Go over یعنی مرور کردن. یه بازبینی کردن. To go over something. این هم میشه به عنوان یه مقدار پیشرفته تر استفاده کرد. حالا میخوایم بریم سراغ دیگه مرحله آخر. میخوایم مثلا وقت خوابمون رو توصیف کنیم. اینو چجوری بگیم؟ میگم میرم بخوابم. I go to bed. خیلی ساده و راحت. I go to bed at 12. ساعت 12 میرم بخوابم. یه مرحله پیشرفته تر چیه؟ I get into bed. I get into bed at 12. ساعت 12 میرم سراغ رخت خواب و برای خواب آماده میشم. And I call it a night. And I call it a night یعنی مثل اونجا بود که میگفتیم let's call it a day. اینجا call it a night. یعنی دیگه شب رو تموم کنیم و بخوابیم، استراحت کنیم. برای پایان شب یا پایان کارامون میشه ازش استفاده کرد. خب حالا اون موقع هم که دیگه داریم میخوابیم خیلی راحت میتونیم بگیم که I fall asleep. I fall asleep or I fall asleep. یعنی دیگه خوابم میگیره و به خواب میرم.
I fall asleep quickly. خیلی زود خوابم میره. حالا اگر دیگه کم کم خوابتون میره مثلا میتونید اینجوری بگید I drift off while watching TV. یعنی حین تماشای تیوی دیگه کم کم خوابم میره. یه کاری رو قبل از خواب مثلا دارید انجام میدید دیگه. I fall asleep while reading books. حین خوندن کتاب دیگه کم کم خوابم میره و دیگه به خواب میرم. یا اینکه میتونید بگید که I pass out اگر دیگه خیلی خسته باشی. I pass out when I'm tired. یعنی وقتی که دیگه خیلی خستم I pass out یعنی دیگه از حال میرم. تو فارسی هم استفاده میشه. pass out تو انگلیسی از حال رفتن هم معنی میده ولی برای خواب معنی دیگه بیهوش شدنه. یعنی دیگه از خواب زیاد آدم بیهوش میشه. I pass out. پس میگیم که I pass out when I'm tired or I drift off while doing something and I fall asleep quickly. خب حالا بیاید یه خلاصه از همین موارد توی زبان انگلیسی داشته باشیم. یه مروری هم بشه. اینجا هم داره به شدت بارون و رعد و برق میاد. I wake up at 7 a.m. and I try to take a shower and do my morning hygiene routine. Before heading out, I try to fix myself something to eat. I start working at 9 a.m. and I have a lunch break, let's say at 1 p.m. and I wrap up my work before evening. In the evening, I try to review my lessons, go over my notes, and talk to my friends if I have enough time. Finally, I get into bed and I drift off while watching TV and I call it a day. یه همچین چیزی رو شما میتونید توی کامنت ها یه خلاصی از همه این موارد توی کامنت ها واسم بنویسید از دیلی روتین، از کارهای روزمره‌ای که حدوداً انجام میدید و یک تمرینی هم بشه واسه خودتون. خب من یه سر برم بیرون ببینم چه خبره. امیدوارم که روز یا شب خوبی داشته باشید رفقا. موفق باشید. خدا نگهدار.